میکنم دنیا را که به هر کونش که تاجیک از نام را تاجیکشه که خالی نامش که است تاجیک لکیده و فخر مایه و ننگ مایه ناموس مایه اور ما بالی از او فخر میکنم که او تاجیک مایه. خدا کنه که دنیا را او اختی کنش که دنیا ختم میشه اور اونجا یک تاجیکه او برادر مایه. خدا کنه او از افغانستان باشه، او از ایران باشه، او از پاکستان باشه، او از امریکا، از جرمنی، از استرالیا، یوکی، از پورا دنیا را به هر کونش که باشه ما باید از او فخر میکنم و ننگ مایه ناموس مایه عزت مایه. علاوه از این شهید احمد شاه مسعود الله تعالی او را به جنت الفردوس جای میده که برای ما که است او یک بسیار زبردست تاج مایه، فخر مایه، عزت مایه که برای ما اونا بسیار خدمت کردن برای قوم تاجیک. باید که ما به این چیز بسیار فخر بکنیم.